امیدوارم که همه کسا صحت سربلند خانواده اینجا هستین. خوش آمدید به کانال باختر سیتی. برادران عزیز دست سرغنجینه که بغزی 6 ماه بالاتر بهرش منور میکنیم. یک تای لایک دریغ نداره بهر همین نورها. شل مولا هردش مولکای اهلن مسئله خوردنشون هم زوری بدای به حد سینه و پری خوب دارن. انشالله که اون سه که اون از حاجت بابایون است. حاضر ما کم تا معلومات میتین در باره مال ها میگذاریم بر مسئله نرخ نوالی مال ها. انا من نمره رقم 1 خوش رو تماشا کنید. نجین یک شکل دامن پاستگی نیست اولی. اینا خوش رو تماشا کنید. زیب مسئله اهلیش هم نشون میتیم. اینا اختلاف قفو برادران عزیز یک سینه و پری مال رو تماشا کنید. به حد چوچک پری خوب داره. هش نه. سینه مال خوب اهمیت بده. انشالله که بهترین رو نمیگذاریم. از طرفی جوی میجوشیدگیش. نه. چوچ پری سفید خوب داره. دیستانس چوچو رو بینید خیلی دوره برادران عزیز. به حد بعضی بعد مولا انشالله کار استرا نصیب کرده باشه این مول مولا که خوب میشه. مولا اکونومیشی برای یک اویله را انشالله که آباد میکردگی مولا خچم گوساله یا خوش رو تماشا کنه. خچم گوساله برادران عزیز مولی بعضی بعد میشه. مولا کلون نیستن برادران عزیز. مولا گوساله خیلی کلون نمیشن تو زایدانشون مسئله که ولی دندان پرستگی نیستن. هرچند مولا یوشن سین سالشون به حد یوشن. مولا قرار دادن در شهر باختر سابق نام قرغانتپه. رقم تلفن 917 38 98 78. در رقم واتساپ ما هست. میتونید زنگ بزنید خریداری کنید. میتونید که در پیش خانه ببینید برادران عزیز. نمره رقم 1 نمره رقم 1 برادران عزیز 11500 تومان معامله داره. خوش اهمیت بده تماشا کنید. به حد مال بازیبک چخته که فیگوره خوب درست تو که نقض داره. انا مال رقم 2 برادران عزیز. اینا مالا که بازیبای سویتش سیاه مالی مسئله اهلش خوردنش کفالت داده می شود. بغضی شیرم 6 ماه انشالله که بالای پایانی. اینا ایشا مسئله اهلش ببینید طرف قفاش اینا چوچوی غاز شده. خلطه سینه خوبم داره انشالله. نه خیلی اهمیت بده. خودش مال سویا سینه‌اش سفید مال سیاه باشه سینه‌اش سفید شه انشالله که بزرگم مال بازه میشه. سینه خوب میتایید به چوچوی خوب داره. چوچوی خشش رو داره که با به حد اهلیشون اهلی بعدن از این مال اهل خودش پول نیست. نخش رو تماشا کنید. همش تماشا کنید ببینید. یک تایله که بهر همی نورهای ما داریم نورهای ما بهر شما برادران عزیز ما بهر شما نور میکنیم که هم این نرخ نوی مال بخارشن هم کسانی که مال در کار خریداری کنند. برادران از مسئله نرخش هم قیمت نمیگه نرخ دسترسن ایشم 11000 مالها در یک جا گیرن فروخته میشن در توقع گیرم کسی در یک تا در کشه زنگ بزنه خریداری کنه. نه در یک جا گیرن یا برگه مال رو ببینه برادران عزیز. شما که هر چه ملاک خوبن برای یک تا اویله را عبور میکردگی مولا. فکر عقیده‌تون رو در زیر کامنتر بنویسید. کسی در چیزی در کره میتونه مولی زایدگی هم باشه انشالله دسترس میکنیم. غنجنوی یک تای زایدگی ده تای زایدگیشون سودا شدن. این مولاش نو زایدن یک کمزو هم هرچیش یک کم گوسالاشون داشکماشن انشالله که بغزیشون گارانتی داره برادران عزیز. گوسالاشون کلون خشو دست نمیزنن. چون گوسالان یوشن انشالله که مولکای خوب میشن. مثلا اهلیشون باید برگه میگیم نشان میتیم به حد مولکای اهلن. برادران عزیز خوش رو تماشا کنید. باید برگه نه مسئله اهلیشون به پازا به یگان چیش میخپیم. نه برادران عزیز خلاصه که یگان کمدی ندارن ماها. در مالو کمدی دیده نمیشه. فقط زنگ بزنه خریدار کنه. تا نوارهای آینده خداحافظی میکنیم. بهر همین نوارهای ما یک تای لایک بزنه. کسانی که خریدارن خریداری کنن. کسانی که مخلصی مولند فکر عقیده‌شون در زیر کامنتر بنویسن انشالله که مولای خوبن. تا نوارهای آینده خداحافظ.